دهد. وقتی که بیت الله مسعود برالا میگه که ما میرم به افغانستان، خارجی رو میکشیم و افغانا رو میکشیم، پس دفاع ما با چی باشه؟ دفاع ما زاری و زرزاری باشه. وقتی که مولا عمر پاکستانی میگه که من مسئول بم انتحاری در مارکوی جلال آباد هستم، دفاع ما چی باشه؟ شعر گفتن باشه یا چیزی باشه که ما را نجات ما را برابر کنه، امن ما را برابر کنه؟ بیاز ما کشته میشیم در اینجا، بس بهتر نیست که قدر پیشتر بریم و مجا خود بکشیم تا دقیقا دشمن خود با ما بدن نتانه. و این مسئله جدی است، یه از روی عواطف و احساسات گفته نمیشه. افغانستان 30 سال تحمل این مصیبت کرد. بیت الله مسعود اما جنرال پشتش میرم برالا باید بفهمه حکومت پاکستان بگه که من پشت بیت الله مسعود مجا میزنیم، دیروز زری میشم و ملامت مرم، ملامت مر پاکستانیه. و وظیفه افغانستان است که پشتونای پاکستان از این ظلم دهشت و ترور نجات بده. در افغانستان هم و در اینجا باید ما این کار رو بکنیم. فضل الله و هر کدام کس و پشت سر از اونها هر کسی رو بفهمه که افغانستان امروز افغانستان دیروز بی صدا نیست، هم صدا داره، هم وسایل داره، هم جرأت اقدام داره.